اشین 12/2/04. خب بچه ها، محاق بهاریتون کاسته شده دیگه. از خواب هیپنوتیزمی در آمدید، دیدید ما مخصوصا من اینجا فروید در تاریخ چه قدرتی داریم، میتونیم خیلی سو تا به خواب مصنوعی بریم. واسه ببینم من نبودم مرخصی استحقاقی بودم با اینا چیکار کردی؟ مگه اینا آدم نیستن؟ مگه تو فروید قسی القلب هستی؟ ای زبون بسته ها، مگه یک تکه نون میدادی؟ یک لیوان نیمه پر آب میدادی؟ پوشکشون میکردی؟ زنجیرشون میکردی؟ میرفتی بیکارید. مو وقتی تو مرخصی همو کارو میکنم، حیوانکی ها هنوز گیج میزنن. من راضی همه جوره، فقط تنبیه هم نکنین. ناراضی ها باید تنبیه اساسی بشن. من ممنون حال شما دکتر و پرستارم، جایزم نمیخوام. هیپنوتیزم بهتر از زنجیر.